Новое радио. عزیزان دیر با همه شما درود میگیم. فرارسی شام زیبا مبارک باشد. همه اونهایی که با ما نو پیوست شدید شامتون بخیر باشد. این برنامه شامگوی بی تنفس. این شام مهمون داریم یکی از صنعتکار نوتکراری تاجیک، یکی از هنرمندی معروف و البته هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان استاد افضل شادی. ما شما رو به رادیوی نو خوش آمدید میگیم. سلامت باشید. ما جدا خرسندیم که در همین روز بسیار زیبای بهاری که ما با شما و رادیوی نو هستیم و همیشه آرزو دارم که عمر همه مردم تاجیکستان عزیز ما بهاری باشد. بگذار چنین باشد. ما از دیدارتون خیلی شاد هستیم. شام فرصتی استراحت و فراغت است میگن، لیکن چون میدونم برای صنعتکار شام عینی جوش و خروش کار و فعالیت است و فرا رسیدن انا همین وقت فارغ بولی از کار و بوری زندگی برای شما چگونه فرصت است؟ شام این چه خیلی وقت است از نگاه شما؟ عموما در زندگی همه وقتی که اثر آدم میگذارد آدم باید به همون وقت شکر گوید، چون که واقعا سحر از خواب میخیزید میگید خدا به شکر من زنده و از هوای بسیار بزرگ، از هوای زیبا، از هوای بسیار صاف و بی‌غبار، از آب بسیار هم شیرین و مصفا، از نفس گرمی که از طرف خدا به ما خدا داده است و از این وطن بسیار گلگل شکفان زیبای خدا ما تاجیکستان همیشه افتخار کرده. زمین خدا پای خدا ما پاچک خدا ما زیر کرده میگردیم زمین. سلامت باشید. از نگاه شما استاد عزیز میگن که هر نفر به خود موافق دوست و دشمن دارد و به فکر شما کی رو بسیار تر دارید، دوست یا دشمن؟ راستی گپ بگم من یگان آدم به خودم دشمن گفتن نمیتونم، چون که کلمه دشمن خودش بد میبینم. البته دوست، در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست. دشمن به از کسی که نمیرد برای دوست. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. تا توانی دوستان رو گم مکن، دوستان مهربان رو گم مکن. دوست باید گرم در آغوش که رسم خوبی تاجیکان رو گم مکن. همین دوستی چیزی بزرگ است و باز استاد لایق هم میگوین که نه غم و درد آرزو دارم نه دلی سرد آرزو دارم. دشمنانم ضعیف و نامردند، دشمنی مرد آرزو دارم. دشمن باشدم مرد باشد. گپ روید بگوید مردانوار کتید رفتار کنید و نه میگه که خندت از آن دشمنی ارزنده. بله. عجیب. خب مراتبه فکر کردید با سر شما فکر آمده است مثلا چه سوهای سو میشد که در سوهای صنعت، در صحنه، در خدمت مردم مراتبه فکر کردید که اگر صنعتکار نمیشدید که میشدید؟ من بسیار کسب دارم. مثلا تجارت بسیار خوب میفهمم، میتونستم که یک تاجری به قوت شدم. اوه بهترین. هم تاجر بودم من سالهای 90 92 93. خوب. و بسیار موفق بودم یعنی در کار خودم. برای چی بس کردید؟ ممکن دیگه با زمان دیگه شده با دولت اثر نو دولت بنیاد کردن، پیشوای معظم ملت من راهبری ما پرزیدنت عزیزی ما، اما کارهای دیگر کارهای صنعت با پیشه کردیم. من توای خیلی گندم هم می آوردم میفروختم برای تاجیکستان، می آوردم آرد، می آوردم بنزین، می آوردم سلرکه، می آوردم تیلای بریلیانت که هم مشهور بودم و من بعد پزنده زور هستم، بسیار خوراکای زور میپزم. یه خیلی وقتا میگم که اگر من حافظ نمیشدم حتما من پاور میشدم، یعنی پزنده میشدم و وقتی که من پاور میشدم یکون رستوران بس شف پاور میشدم، راهبر میشدم. همه مردم هم رستوران من فقط به خاطر خوراکی به مزهش میمونن، برای دیگه چیزی نه. در خونه هم میپزید؟ بله، کودکا هر وقت میگن که دادا جان یه هفته شد من امروز گفته که تو نمیروز شما نوبت خوراک پزیتون. یک هفته به سرانجام نگاه کردم استان روزی هم خوراک پزی من که من کی خوراک میپزم و من از عادتا این کدام روز است؟ من بسیار وقت روز یک شنبه میپزم خوراک. روزی استراحتی داشتن. چون که یک تایم تا خیشای یار و دوستا میبیان منو شده بعد خودم خوراک میپزم و خیلی با بغیر از این من برنده خوب هستم. میتونستم که یک برنده باشم در طول برندگی کنم، میتونستم که در رادیو راوی باشم، میتونستم که در تلویزیون راوی باشم. خوب استاد عزیز، وقتی که شما و معرکه‌های مردمی میروید البته در اونجا بغیر از صنعتکار باز راوی‌ها هستند، یعنی برنده هستند. شده است که مثلا شما دو در یک هر دو رو خود گذرانیده باشید، مثلا هم به جای راوی و هم به جای خیلی زیاد و بارها،
چون یه خیلی آدم میبینن میگه اکه افضل شو من تویم با میرید شما خدمت میکنید من علاهیده با پلی راویگیتونم میتیم ختم برندگی خودتون کنید. میگم برای که من میخندونم شوخی میکنم. مثلا داماد وقتی که من گپ میزنم عروس داماد باید خسته ایستاده خب اول نمیخیزد بعد چطور میکنید؟ شکر کن که دوره تنظیم به خانه دار شده ایستاده 3 ساعت توی من 7 ساعت توی من زنگیری من 7 ساعت بود 7 ساعت بود من 700 بار خستگی مجام خجالت میگم یک داد میزنم میخیزد. بعد با یگان شعر گفته دلش یافته با گپای نازل با یک میفهمونم که احترام آدمای کلان باید دارد و جوانا. برای امروز جوانهای ما حاضر خدا به شکر که جوانای خوبم داریم، جوانای با آداب، جوانای با فراست، جوانهای با مدنیت بسیار در تاجیکستان ما داریم. خیلی جوانای با جوانهایی که سرکک از فرهنگ و فراست دارن اینش هم هست. و من بیشتری وقتا میگم که ما در روی جهانمون ندانیم جهان چیست، فرزند زمانمون ندانیم زمان چیست. تا پیر نگردیم نفهمیم جوانی، تا خاک نگردیم ندانیم نشان چیست. تا تشنه نمانیم نجویم ره آب، تا گشنه نمانیم ندانیم که نان چیست. ما بسیار چیزا نمیدانیم بسیاری وقتا و همین خواندن دانش اندوختن در ملت ما بود. یعنی پیشتر من یک کتاب مثلا مکتب ما می آوردن سال مکتب خونیم ما یک کتاب 40 کس می خوندیم. مثلا حاضر این بچه‌ام خوشبختن که یک بیبلیوتک کلانترین در جهان دارن در اختیار. بیبلیوتک کلانترین ساختگی است، دولت ساخته است. مثال رفته به جایی که هر روز کتابخانه به کتابای زور خوانن، خوبن، اینترنت ها کدی یابن، همه چیزای بقوت آموزن، دانششون زیاد کنن. نمیگردن بیکار سمیچکه خورده تو کوچه دوشنبه. به بچه‌ها باید که بچه‌های دانشمند شوند. وقتی که گفتیم توی یعنی اویله دار شدن، حیاتی مستقل تشکیل کردن، از نگاه شما امروز چی میتواند که اساسی خوشبختی اویله باشد؟ محبت یا که احترام؟ حاضر مردمی تاجیکستان عزیزی ما بسیار همین تویهای میکنن و بعد همون جوانا از بعد وقتی چند وقت جدا میشن زندگیشون ویران میشه. یعنی که همین نه مجبوری زوری کتی کردن در کار نیست. گفتن در کار که پسرم یا دخترم مثلا توی اون کسی که میخواهد دیل دو بعد آینده کتی اول خوشبخت میشی خیلی هست گوید که هم هست. بعد ممکنه سنجیده دیده و با هم ازدواج کردنشون در کار. اگر نه پدر مادر چیزی که شما گوییتون من همون نمیکنم، یعنی من میرم خانه هم میرفتگی آدمم به سرم خم کرده دلی همون یافته هم خیلی زندگی میکنم که ما زندگی ما نقض شود. این خیلیش هم هست میکنم زندگی خوب میشد، اویله بسیار مستحکم میشد. عموما کاری اویله داری کاری یک کسی دیگر قوچی شدنش ممکن نیست. 3 کس شدنش در کاری هم 2 کس باید داند، 2 کس به هم پیوند شوند و 2 کس با هم خانه‌دار شوند. و یک شعر هم هست که میگوید که عروسی ما گلی بخار باشد، همیشه با سعادت یار باشد. عروسی ما درخت ارغوان است، جوانی دارد و بختش جوان است. عروسی ما قد شمشاد دارد، برابر با قد داماد دارد. مبارک این شب شادی، مبارک خانه آبادی مبارک. استاد لازم میگن واقعا خانه آبادی یکی اومده مردم آش میخورد و توی میگذرانده همه دعای نیک میگن الهی زندگی تو نازه همین دعاهای الهی مستجاب شود و هم دیگر که خانه دار شوی یک فرزندای خوب به دنیا آورده یک زندگی شیرین کردنشون در کار. برای کیم کدوم یک گپی بیهوده از یک دیگر جدا میشن، قهر میکنن، ناز میکنن. سبب این شاید بازم از نداشتن همون محبت است که با سونی اویلا. بله البته بی محبت زندگی نیست، لیکن وقتی که دو دل به هم پیوند میشون و یک دیگر حال نمیشناختن میشناسن بعد هم وقت آیسته اروی حرمت محبت پیدا میشد. محبت از عزت پیدا میشد. کسی یک دیگر احترام کند الکی بین اونها محبت خودش پیدا میشد، چون که ریشه محبت احترام است. بهترین. خب وقتی که نو بس از اونی که سوهای نهایت زیاد میگذرد از کار و فعالیت شما در جوده ایجادی و صحنه های کلان، نو بس از همه این هر باری که تو امروز با صحنه های کلان میبرید چگونه حسیات شما رو فرو میگیرد؟ من راستی بگم وقتی برآمدم به اول از خدا طلب میکنم که خداوند مهر و محبت آدمایی که با من هستن و من گوش میکنن در هم دقشها همین از من و همین مخلصا دور نکن خدا جان. و البته روح ارواح استادای گذشته من التماس میکنم، التجا میکنم
من البته یاد میبرم از شاهنظر صاحبوف، از فضلالدین شهابوف، از باباقول فیض‌اللهیف، از استادای بزرگ، از اکا شریف جورایف، از استاد ظفر ناظیموف، عبدالله نظریف، آدینه هاشموف، معروف خوجا بهادروف، بای محمد نیازوف، نیلو امیروف، برنا ایساق و شایسته ملاجان و احمد باباقولوف که همین ارواح همینای میگم که خدا من یار مددگار شویتون. و البته وقتی که پیرو یاد میکنید به پیر مرو که در بیمانی هرچند که سکندری زمانی و ما وقتی از پیرو دعا گرفته همونا یاد کردن خدا خواهد خودش پیش را کشاده میشد و کارو همش بعد خدا خودش راست قدم میگیره همه کار. در خصوصی هست از صحیفه وایبری و مو مینویسند گلندم ترونه در اجرای استاد خواهش میکنم که یک 4 مصرع زنده میسرویدن. من مخلص شادی شما هستم، برایتون سلامتی خوشبختی آرزو میکنم. مینویسند گلندم. تو در دنیای من هستی ولی دنیا نمیدونه، تویم دریا دل کردی یگان دریا نمیدونه، غمم را میخوری هر دم غمت را میخورم من هم، چون این غم خارگی دنیایی بی پروا نمیدونه، تو در دنیای من هستی ولی دنیا نمیدونه. بهترین زنده باشید دوستان عزیز، صدای شما خسته نباشد. واقعا آواز زنده این دیگر است و باز با موسیقی نوازش زنده. خب اینک باز میخواستیم از شما پرسیم که در عموم حیات در زندگی شعار شما چیست که همیشه اون رو پیش خود میسوزید و عمل میکنید؟ من در زندگی فقط میگم که شکر به خداوند، فقط شکر. وقتی که نفس میکشم در نفسم خدا جان برآمدنش به شکر، خدا جان شکر، همین دو چیز در زبان من دائما هست. از نگاه شما گریه مرد این از ضعیفی است و یا این که از دلی حساس و بزرگ داشتنش است؟ اساسا گریه مرد گریه نمیکنه. خوب، و من یک چند وقت پیش یک سرودم خوانده بودم در این مسئله. باید که مرد گریه نکنه، لیکن گریه نکردن نمیشد. باید خیلی وقتا میشد که خودی آدم باید که داند که با گریه دردش سبک میشود، سبک میکند و درد میبرد و بعد سلامتیش هم بد نمیشد. یعنی که گریه کردن عادتی مردان نبود، گریه کردن مرد رو آسان نبود. گر بریزد مرد اشک دیده رو دان که دیگر دردی او پنهان نبود. برای همین من همیشه از زندگی میگم که اگر اشکم باشد اشک شادی باشد. مثلا ما همین نبیره هم از امریکا آمدگی بودن اینجا چند وقت بودن، قریب 2 ماه، و ما به هم دیگر عادت کردیم. نبیره چه کردید هر روز یک جای هم خیم خیم. وقتی رفتن سمالات با رفتن و باید سورشن پرواز کنن، ما اکو ایرپورت رو خرش کردیم، میگردیم طرف ماشین آمدیم، اپوش گریخته، اپش داداش آمد است برامد از ایرپورت بیرون آمده منو آغوش کرد. بعد انامجا اشکم ریخت که چخیر بچه با دل دادن در کنه یا دلش گرفتن در کنه که عادت کرد دیگه نمیخواد رفتن. همین گردن ما داشته زیر کرده گیره کرده بابا جان من نمیرم گفته گیره کرد. و همونجا من راست دیگه گیریم اومد، گیره کردم که بچه هم دلش کشولی تاجیکستان خیسته رفت. بعد دیروز با گپ زدیم پدرش کردیم پسرم کردیم، گفتم بچه‌م چون کردیم که دادا جان ما ایول و با نصیب باشد با میبینیم با فرجتر یک 3-4 ماه میستیم خدا خواهد گفت. برای من میگم که همین گریه شادی بود، از خودسندی من گریه کردم که من هم خیلی نبیرچه من یاد کرده عادت کرده من هم گشته اومد. لیکن وقتی که خدا نشانه داد اون گپی بد شنود آدم، اون خبری ناخوش شنود آدم و اینش علاقه چیزی بد است، یعنی سلامتی ویران میکنه، تبسم ویران میکنه
یک بدبختی میبرد آدم با خدا نشان ندهد خبری نخوش الا یگون کس نشنود همه وقت گوشهای ما خداوند با خبری خوش پر کند. زنده باشید. و کوچکترین سبب، کوچکترین چیزی که میتواند باعث خوشحالی خرسندی شما شود، این چیست به فکر شما؟ اگر یک پیشروی در دولت و ملت هم بینم، مثلا وقتی که در دوشنبه او بیناهایی که در پیش لوچاب همسپارتیمی کمپلکس های سپورتی شده شد که بله من همین خرسند شدم یک جا آباد شد. مثلا دوشنبه همین راهی که کشاده شد که راهی طرفی ایسار میرد، همین مرکزی از مرکز از همین حکومت شهر دوشنبه راست میرود همجا همین راه کشاده شد. پیشوای معظم ملت با رئیس شهر دوشنبه همین راه کشادن که 3 دقیقه به من از همین پیش چاخانه راحت پیش خانه رسیدم 102 میکردم. با همین خیلی خرسند شدم که ای خدا همین خیلی روزم میدیدیم و زمستان راه نبود از ما همین سر کرده ان نوامبر دکبر ینور فوریه مارس اپریل می ایون با کشاده میشد عقبی انزاب. چقدر مردم ولایت صلح سرگردان بودن، خصوصا عینی پنجکنت و مسجد. و این سالها هر روز همین زمستانی در راه هست، یگان روز نیست که راه محکم باشه. خدا با شکر تونل‌های کشادن جناب علی، راههای کردن از اینجا تا سرحد تاشکند تا رمون چه اویبک مسجد، از عینی تا سرحد سمرقند یعنی تا پنجکنت همین راههای زیبا شد. اون طرف تا درواز تا پامیر تا غرم تا همه جای شهرات تا حصار مناطق حصار شادمان از دوشنبه در 10 دقیقه ما در حصار میرسیم. مثال ده ماشین کردیم. خیلی آدم خوشبخت و خوشنود میشه. یا باغ‌های زیبا شده شد. مثلا مخصوصا برای شما که از جهت کسب و کار و اجراتتون همیشه در سفر هستید، عبودی راه برای شما بسیار مهم است. من شب روز دعا میکنم وقتی کجای میرم پرزیدنت دعا میکنم که همین راه ساختن پدر شما رحمت کنه. و بغیر از این در دوشنبه ما 12 تا باغ زیبا شد. مثلا باغ کوروش کبیر، باغ مولانا عبدالرحمن جامی میرعلی شیر نوایی، باغ صدرالدین عینی، باغ جوانان، باغ رودکی. من همه باغ همین باغای زیبا من شبا یک شب باغ رودکی رفتم، یک شب باغ عینی میرم. راست یک شب انا شما در کجا میگذره؟ خدا من باغا میگردم، هوای تازه، گلهای تماشا میگیرم، درختای سبزهای میبینم. بعد میرم شب یک کتاب زور میوام، اون کتابای خوب اباین کتابو میگیرم. یک شب خواجه حافظ میخونم، مثلا یک شب شیخ سعدی میخونم، یک شب بیدیل میخونم، یک شب رودکی میخونم. از رودکی بزرگ یک سلسله سرودات تیار کردم. 30 دقیقه من رودکی میخونم. حاضر آهنگ ارکستر سازهای ملی ایران کردی. عجیب بود. این یک چیزی مثال وای نیست، یعنی این حالی نشد از تاریخ. با من با دوستای ایرانی همین سازهای ملی ایران کردی، ارکستر سازهای ملی ایران کردی، یک شعرهای رودکی خواندم، ثبت شد. نصیب باشد به شما ثبتش تقدیم میکنم و کم کم هم از رودکی یاد کنید. اگر همون میمونید بسیار مردم سن میشم و واقعا رودکی میخونم لذت میبرم و میگم که همین اشعار رودکی تا ما نرسید. مثال همین یک چقدر گر شمردم شعری رو 13 را 100,000 همین گفته رشیدی سمرقندی شعرهای بابا رودکی مثلا گم شد، کتاباشون از سوزوندن هم وقت. برای چی سوزوندن؟ برای اون که شعر رودکی بسیار شعری بلند بود و رودکی شعری تاجیکی از همه همون زبانهای دیگری که هست آزاد کرد. بله، پاک کرد و همین بابای رودکی میبینم و میگم که شعار ما همین باید همین باشد که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. زنده باشید. شما میتونید از زمان گفتید در دوام 30 دقیقه پورای کوتاهی رو اینجا زمزمه کرده. بله. اگر امکان باشد میخواستیم از شما این لحظه اون رو بشنویم. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان، هیچ تلخی نیست
در دل تلختر از فراقی دوستانی پرهنر. دستی فتاده بگیری مردی، گر دستی فتاده بگیری مردی. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحری ستمگاران کردند، انگور نه از بحری نبی دست و چرخوشت. ایسا بره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگریفت بدندان سری انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه بدر کوفتنی کس، تا کس نکند رنجه بدر کوفتند مشت. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت. صدایتان خسته نباشد. واقعا مصرع‌های بسیار پرمحتوا که عصرهای عصر مضمون بلندی آن همیشه جاویدان زنده است و بگذار همین گونه در سراییدن شما در سرودهای شما نیست زنده نگاه داشته شود. ما از این خیلی شدیم که شما توجه مخصوص خاص دارید به اشعاری کلاسیکونی ما و از آن استفاده میبرید. واقعا مضمون بلند دارند و شایسته سرودن. خب از هنرمندان جوان گیریم. در زمان امروز کیها رو گوش میکنید؟ صنعتی کیها برای شما پسند است و از نگاه شما هنرمند اصیل کی است؟ هنرمندای جوانی ما امروز خیلی زیاد هستند. مثلا هنرمندای محبوبی ما جانی بیگ مرادوف، از ذکر الله حکیموف، از سراج‌الدین فاضلوف، صدرالدین نجم‌الدین، نگینه امانقلو، شبنمی سریا، با دیگر آوازخوان‌های مشهور و محبوب داریم و از بحرالله عبداللهیف مثلا. یعنی شما گوش میکنید؟ بله اینا گوش میکنم. یخی وقتا مصلحت میتیم. بهترین انامین مصلحت مهم است. سهرابی محمود، عالمی محمود، سنگلی میرزایف دوستی من است و دیگر صنعتکارای جوان. مثلا ذکر الله دایما میبیاد خانه، هر دو میشینیم یک آهنگی نو کار میکنیم، بحث میکنیم، یا وای دعوت میکند خانهش میریم اونجا به کار میکنیم، همین ایجاد میکنیم، همین همکاری داریم، مصلحت میپرسد بسیار پای سرودای نو. و البته با آوازخوانی مشهور ازبکستان من تلفنی دائما صحبت میکنم با استاد غلام جان یعقوبوف، آرتیست خلقی ازبکستان، با آزاد بیگ نظربیکوف آوازخوانی مشهور، با یلدوز عثمان و با دیگر آوازخوانی ازبکستان که من دائما در روابط و در صحبت هستیم. یا من میرم تاشکند اونها خبر میگیرم، یا اونا میبینن تاجیکستان، البته مهمانی من میشن آقا بیگ صابیروف. ولی همین حافظایی که هستن که یعنی همه یک دردی خودش دارد، یا راه خودش دارد، برای همین همیشه ما همراه هستیم با همشون. یعنی هنرمند برای هنرمند اصیل شدن باید درد داشته باشد. اگر که بی درد باشد رونهایش اونقدر احساسی بلند رو داده نمیتواند شد. هنرمند اگر دانش داشته باشد درد کتی میتوند بوده. مثلا پروردگار وقتی ناله کردم میگه که نه شوق جنت دارم، نه ترس از دوزخ دارم، امید از رحمت دارم، فقط دیدار میخواهم، ای خدا دیدار تو میخواهم بینم. یعنی ناله های هنرمندای ما مثلا زندگی باقی است یاران میروند، در شمار بیشماران میروند، نامدار تا بپاید دیرتر، از جهان بس نامداران میروند. مثلا چخیل از دنیا گذشتنی
استادای صنعت رفتن از این عالم: اکا شریف جورایف، احمد بابا خلوف، نیریا امینوف، برنو ایساق و معروف خوجه بهادوروف، عبدالله نظریوف، ظفر نازیموف، خورشید علی دادوف، قیام الدین خیرالدینوف، جمعه ایسایوف، شمخار آدین بیکوف، مسلمه باقی و مثال کرامت الله قربانوف، سبحان سعیدوف و دنیا گذشتن عالم بابایوف. همین آدم باور نمیکند که هم خیلی هنرمندا بودن و امروز نیستن بودن. برای این باید که در همین زندگی میگه که اگر یابم جوانی دوباره، آخه این دنیا دوباره نمیابی که همین زندگی با یک بار آمدیم، یک بار میستیم، حیات میبریم و همین یک بار اندیشه ناز کتی، عمری ناز کتی، زندگی ناز کتی گذراندن لازم. تمام دیگه. خب دوامی روز وقتی که فرصتی فارغ بولی پیدا میکنید، یگون مشغولیت دوست داشته دارید و من سه عملی که شما همه روزه اون رو اجرا میکنید کدوم هستند؟ مثلا من سحر کتی خواب میخیزم، اول یک هوای تازه میبرایم، یک آسمون به نگاه میکنم. بعد در خانه من چیزای مشقی سپورتی دارم، یک تورنیک به خودم میکشم، با ورزش مشغول میشم. بهترین سخت. بعد اونجا یک وای دارم، ولسپید دارم و هی میکنم، کم میانوی توپ میدم و کدیم بسیار آبو توپ میدم و البته بیشتری وقت هم برناجان دخترم برای من یک خوراکی سحر تیار میکنه، زفترک همو چه سحرخوری عجایب. از چی است اگر مخفی نباشد؟ شما مخصوص خوراکی مخصوصی عقیده سحرگاهی دارید یا که مقرری است؟ نه، من همین تخمه روغن دنبه که تجارت میکند، من به سحر که فایده دارم. خوب. بعد یک سحر اگر تخم بریان خورم روغن دنبه که باشد، یک سحر دیگه شیر برنج میخورم، یک سحر دیگه شیر چای میخورم. یک هفته به یک چیز دوبار نمیخورم راستی که بگم. بعد مثلا مایزی سیاه البته میخورم برای که دل به فایده دارد، کالی دارد. بادام البته میخورم کمک. همین چیزی که همین با هست همین شکر کرده. یک وقتا خودم برای خودم خسته صبحانه میپزم، یک لذت کتی میخورم همین کارم. بعد خانگی هم مونم لذت میبرنده، چون یک چیز تیار میکنم که همه میخورد همین چیزه، برای همه صفحانه می شود. بله، همین بسیار خوردن در کار من زندگی به کم خوردن در کار و کم خوردن در کار با هر وقت خوردن در کار. یعنی درست. لیکن آدمی که از همین خوراک دهانش لذت نمیبره و یعنی از زندگی لذتاش محروم است. مثلا همین نانی ناز لذت دارد خودش به، یا که نان بالاش به کمک روغن مولیده یا قیمه یا اگر روغن مولیده یک کمک اصلا بالای روغن اون چکانده خوریده و کیفش دیگه. و البته هر سحر کوشش کردن که 4 مغز هست که بله همین 4 مغز 2 دانش کمش بخوردن لازم. و دید مغزی سر خالبش در دورنی 4 مغز کشوه، 4 مغز به پوستش مونند است، شکلی همون رو دارد، مغزی سر دارد. بله، اوه خدا برای همین ساخته است که همین سر به فایده دارد. مغز سر از نمودش باید فهمی که به سر معنی سر فایده دارد، خدا فایده دارد در حقیقت. و همین عقل آدم از یاد میکند، آدم با عقل میکند. آدمی با عقل چیکار میکند؟ آدمی با عقل در حق یک از تهمت نمیکند، یک از پس نمیزند، یک از گنده نمیکند، یک از گنده نمیبیند، کاری خودش میکند. کوشش میکند که همه وقت با آدمو گپی ناز گوید، دل آدمو یابد. یک جبران دل چند کس خوش کردن خرسندی آور باشد. این یک بهترین زندگی همین است که دل را به دل رهیست در این گنبد سپیر، از روی کینه و از روی مهر. میگویند که با گذشتی سالهای عمر زندگی انسان همیشه هر لحظه فکر میکند و در خیالش به گذشته خود نگاه میکند. و امروز وقتی که شما به گذشته و امروز خود نگاه میکنید، خوشبختی خود رو در چی میبینید و کدام آرزوهایی که در دل شما بودند عملی شدند و کدام آرزوهایی هستند که حالا عملی نشدند؟ خوشبختی من همین که من پسرم خانه‌دار شد، توی خوشرو کردیم، هم در دوشنبه هم در امریکا. توی فرزندتون رو دیدید؟ خانه‌دار کردیم و فرزندای و امروز خدا بشکر همشون کلانک شدن. بر پسرم معلوماتی اول دارد، کارهای نظم کار میکند. دخترم خانه‌دار شد، من پسرچه دارد، ایسا جان نبیره چکم. انا خیلی خدا بشکر دختری با عقل و با فراست است، کارش خوب است.
بود من یک پسرم سلطان جان که نام پدرم هستن اون کسی باید خانه دار کنم همیشه سحر. بعد شهرام جان و اکتیور تمام کرد اومد اینستیتوت کلتور روسیه و دادا جان سلطان جان اقتصادچی، شهرام جان اکتیور رژیسور تمام کرد اومدن در تئاتر مایکوس کار میکنن. برنا جان دخترچه همه خوردی و اون کس رسام اکادمی رسامی امریکا تمام کردن، اینستیتوت دیزاین تاجیکستان تمام کردن. حاضر اینستیتوت نانو تکنولوژی روسیه و خوانده شدن سیو معلومات و کار هم میکنن یک بارگی. و همین سه تا دیگه حال خانه‌دار شدگی نیست. هر روز همین وقتی گپ زده آستا دلشون یافته و بچه‌م که چه گفته همین دلم همینو توی کرده خانه‌دار کردن و خوشبختی هم در همین است که اگر پدر و مادر روزی مراد فرزنداش بیند و فرزند یک کسی دیگه خانه‌اش به آورده و قبول کرده تواند فهمش فرزند و روزی ناز نشان داد وای به دائم یک فرزند یک کسی یک خانه‌اش به کلین کرده یک میبرد و همون کلینچه که زهر داده هر روز زیغ کرده میگرده. این خیلی هم هست، این خیلی هم هست. بله آرزو میکنم که خانه آباد در همه جا باشد، همه کس خانه آباد داشته باشد و هیچ کسی وقت به همدیگر بخیلی و به همدیگر پسندی و کمبینی و کم خواهی و بدخواهی نکنن مردم. و همین چیزا در همین وقتی که حاضر خودش زندگی ما نشان داد که باید ما چیکار کنیم که نغز زندگی کنیم، یعنی که زندگی نغز به دانشی نغز داشتن در کار، کارهای نغز به کار کردن در کار، یعنی بیزنس ها که مشغول شدن در کار، خیلی فهمیدن که راه زندگی چی است. این به کلا در موافق زمان یعنی هم قدم بودن در کار برای داشتن حیاتی ارزنده. خب وقتی که گویم شما با جای دعوتی میشوید و جای دعوت میکنند فرقی ندارد، شاید یگون چورابی نی مهم، شاید یگون معرکه مردمی، دلتون نمیخواهد از چی باشد که با اونجا رفتن رو دلتون نمیخواهد. شما چیکار میکنید که در همین حالت هم سیخ نسوزد و هم کبوب؟ چگونه رفتار میکنید؟ تو از همه داناتری یا از همه بالاتری، اما به هر جا که روی دانست طرف و من مثلا خیلی جا به دعوت میکنن که من نمیخواهم جروم. خوب انا همین لحظه خیلی وقت بود در کدام خیلی آدمایی هستن که کمک میشنن یک معرکه با یک 100 تا منوشن و عرق منوشن و بعد یکی خیسته بعد یادشون من میرسم بعضا از افضل شد تو در جای خیلی بیا که من هیچ وقت اونجا نمیرم هیچ وقت. و برای همین من آرزو دارم که جاهایی که بروم که در اونجا قدری من دونن و جایی که قدری من میدونن من حتما اونجا رفته هم معرکه خرسند میکنم، هم با اون معرکه شادی میبخشم و هم خودم هم از اونجا خرسند شده میرم که من یک جا رفته دلی مردم شاد کردم. یعنی این کارها سوال و جواب است. اگر مثلا خواجه حافظ میگن که گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. در کارخانه‌ای که رای عقل و فضل نیست، فهمی ضعیف رای فضولی چرا کند. مطرب بساز پرده که کس به اجل نمرد، وان کن این ترانه سرایت خطا کند. ترانه اجل خدا میتید که به کسی جانش گیرد، بعد حضرت عزرائیل اومده جان میگیرد، این دست خدا بود. برای همین جان نغز زندگی کردن در کار، یعنی خوراک نغز خوردن در کار، جا هر جا برفته عمر بیکار گذروندن در کار، نه دانش اندوختن در کار. جوان چقدر درست همه کار ساعتش کدی کرده یک ریجه معین داشتن در کار که همین برای حیات عمر دوام کردنش منفعت آور باشد. خیلی رفته یک جا روید که مثلا شب تا ساعت 3 شنیده گپی فچه گوش کرده به مضمون آدمو که داشته، بعد تا 3 لقدش نده گپی بیام منو که خواب مونده سحر بکشته خوابالود کار بر رفته سلامتی ویران کرده. چی به در کار؟ آدم باید که خودش احتیاط کردن یاد گیرد. بله درست. و همچنین لحظه های عجایبی که در انامین طول فعالیت ایجادی شما روی میدهند، چی در صحنه چی بیرون از اون، یکی از اونها رو یادآور شده میتونید؟ لحظه‌ای که بسیار عجایب بود، شاید خنده‌آور بود، در یاد شما هست مرامت؟ بله من یک وقت یک آدم کتی در دوشنبه شناس شدیم و مهمان بود از تاشکند. بسیار کتی هم آدم سلام علیک کردیم و که افضل شو ما تاجیکای ازبکستان ما در شهر تاشکند زندگی میکنیم، نه که ما پدر و مادر ما تاجیک ما مخلصای شما، ما شما دوست میداریم، ما آدمای بدولت زندگی ما ناز تاشکند با خانه‌های ناز داریم، حیات ناز داریم.
اگر میشد که یک توی ما با شما هم خدمت میکردید آمده عجایب میشد. شما حافظی نه سندکاری خوب گفته گپ زد. ها خدا خواهد میشد دیگه گفتم البته میشد خدا خواهد گفتم اكو الهیم خدا رساند گفتم جو آمین کردیم یکم دیگه گپ نه جدا شدیم و آدم خیرش کردیم. بعد تلفنای من گرفتن من تلفنای کسی گرفتم تلفنای من تمام جهان با گرام سفر کنم کار میکنه آمین کردی کار میکنه بهترین. بعد من وقتی از آلمان پرواز کردم تاشکند از تاشکند پگش به بلیط دارم سحری دوشنبه میپرم روزی 5 سپتامبر من ساعت 8:30 بگاه شام تاشکند به فرو اومدم ساعت 10 سحر پگش به از تاشکند دوشنبه میپرم پرواز میکنم. کدام سال بودین؟ سال گذشته. بعد همین آمده ایرپورت همین از میدان هوایی تاشکند به از فرانکفورت نماینده از گرمانی آمدم فرو اومدم و تلفن شد گیرم که همه آدم افضل شجون چه شما نظم می‌درسی من از تاشکند جوریتون فلان چه من همین روز ما توی داشتیم و فهمیدیم که شما گرمانی بودید صد افسوس تلفنتون گرمانی کار میکنند من گفتم تلفن من همه جا با کار میکنند بله لیکن من در تاشکند گفتم ای چه شما تاشکند ما همین خیلی تاشکند بعد اگجو به شما گفتم من ایرپورت روز فلان گاسینسه به جاگیری رفتم اونجا خو میرم سر دوشم میرم همین میبیام گاسینسه به جای میگیریم چیزا میمونیم که همه آدم رسیده میبود ماشینش میاد رفتیم من خور کردم اونجا ما خوراخوری میریم بله گیرسته میبرد خونش که اونجا میریم توی آدمو یک تک 1000 کس آدم میشد از عمیق توی کلون من گفتم اكو انا خدا خواستگی شدیدید می خدا خواهد گفته نصیب ببینید که چخیل من اونجا آمدم یگان نمیدونستم که شما توی دارید چخیل این خواسته خدا به مسئله تو به یگان چی پیشه ما $2000 با از فرانکفورت بلیط گرفتیم من کلین دخترم 3 نفر $2000 داده بلیط گرفتیم سمولت بود تاشکند پردیم باز بلیط ما گرفته بودیم از تاشکند بعد دوشنبه یعنی همش یک جای $2000 شده بود. خوب من در توی همین آدم بوده در تاشکند یا 5 تا یا 6 تا سرود خوندم اول 2 تا 3 تا نصیحت پدر و مادر خوندم بعد یک رقصی گرفتم اما خسته رقص کرد همین آدم اخورسندش نمیدونه چیکار کنه اومده کسی من به یک چی انداخت اكو در کل نه شما مهمون کارتون چی ارزش شده یک جب نه جب نه خندیدیم شوخی به شوخی توی تمام کردیم با من جامعه پوشوند خب مهمانداری کرد مهمان خونه آمدیم دستم من کیسه میبرم که دهم کیسه $2000 هم مردک انداخته است یعنی که همون پولی که در اونجا دادم صرف کردید اینجا آمده خدا داد هم به مردک خرسند شد همون خرسند شدم البته بله همین کارهایی که خواستی خدا کتی میشد همین کارهای فقط خداوند بزرگ خودشون کرده میتونن و خدا کند که همیشه ما در وطن آرام آباد تینج امان که چه خیلی امروز هست در هم خیلی وطن هستیم زندگی کنیم. درخواست است که با صدای زنده کمی سروی ترونه‌ای میگویند اینجا جوانی رفت گفته التماس کرده استودنت کامرون اگر امکان باشد جان و دل مرحمت برای همه شنوندای عزیز رادیو من تمنا دارم که همیشه با سرودهای ما آوازخوان‌ها سلامت باشن خدمت‌های ما با سرودهای ما با راحت باشن کیف کنن دم گیرن و برای همه شنوندای عزیز جوانی رفته میخونیم به جان و دل سلامت باشید میشنویم مرحمت چی سود از زر علا یاری زرافشانی جوانی رفت کی از لعل ای شوخی بدخشانی جوانی رفت چی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود اما زود بنادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت گذشتان لحظه شیرین شکستان کاسه زرین کجا آن کاسه و آن کاسه گردانی جوانی رفت بگفتی تلخ و دردی نامهایی سوزناکم را خطی بطلان زدی شیرینی خطلانی
جوانی رفت جوانی رفت جوانی رفت. саломат бошед, садоятон ҳеҷ гоҳ хаста набошад ва мо орзу мекунем ки бигзор анамин садои ҷарангдори шумо, садои марғуладори шумо дар фазои кишвар ҳамеша танинандоз бошад. саломат бошед. ва ман орзу дорам ки дар куҷое набошем фақат барои тоҷикистони азиз хизмат кунем ва тоҷикистона номаша боло бардорем ва ҳамаи заҳматҳои кӯшишҳои ғайратҳое ки имрӯз дар ватани мо аз президенти мо, аз пешвои муаззами миллати мо ба харҷ дода мешавад ва мардуми қадар дар ин тоҷикистони мо ободиҳое мебинем, зебогиҳое мебинем сар карда, аз роҳҳо, бемористонҳо, мактабҳои замонавӣ, боғҳо, шаҳрҳо, қадар ҳамаи чизо. ман рости гапагам шукр мекунам ки мо ба ҳамин рӯзо расидем. ва ман одаме ки амин ҷавонӣ рафта вақте хонда будам, устод лоиқ будан ки худо раҳмат ки ин шлягер мешад, яъне аз сурди беҳтарин мешад. воқеан ҳаминам шуд. ва аз одамҳо, аз мардум фақат як чиз талаб дорам ки ҳама бояд ҳамдигарро эҳтиром кунем, ҳама бояд ҳамдигарро дӯст дорем ва қадр кунем. бояд ки одамҳо ба ҳамдигар ҳама вақт меҳру муҳаббати инсониятшон боло бошаду баланд бошад. зинда бошед. ва ман шуморо бори дигар аз номи худам, аз номи кормандони радиои Нав барои вақти қимати худро дариғ надошта ин шоми зеборо барои бо мо гузаронидан ба радиои Нав омадед, бисёри миннатдорӣ баён мекунам. бароятон пеш аз ҳама саломатии бардам, саодатмандии оилавӣ, дар эҷодиётатон муваффақиятҳо, дастовардҳои навро таманно дорам. ҳеҷ гоҳ садоятон хаста набошад. ташаккури зиёд. манам ба аз радиои Нав ба ҳамаи кормандонаш барори кор мехоҳам ва орзу мекунам ки дар тамоми ҷаҳон садои тоҷикистон ҳамин радиои Нав танинандоз кунад ва мо ҳам аз ҳамин радио ҳамеша лаззат барем, гӯш кунем ва садои шумо хаста набошад. ташаккури зиёд. ба ҳаматон барори кор миннатдор аз сидқи дил. ташаккури бисёр. зинда бошед. хуш омадед устоди азиз. азизони дил, анаминҷо фурсати барои барномаи шомгӯи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. давомин муддат ба шумо будам ман Зарнигори Рустам ва ҳамчунин меҳмони ин шоми мо буданд ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Афзалшор Шодӣ. боқӣ ба ҳамаи шумо шоми зебо таманно дорам. дар мавҷи радиои Нав бимонед. хайр. Новое радио. Новое